توی ماینکرافت یه سری بلاک ها هستن که ممکنه خیلی ها ندونن به چه دردی میخورن و من امروز قراره اون بلاک ها رو بهتون نشون بدم و کاربردشون رو بهتون بگم. دوستان از همین الان به خاطر صدای بدم ازتون عذرخواهی میکنم، چون من میکروفون نداشتم که بخوام با میکروفون ویدیو رو ضبط کنم، برای همین صدا یکم بد شده. خب بریم سراغ وسایل. خب وسیله اول ریسپان انچره که این کاربرد این وسیله توی اوورورلد کاربردی نداره، چون اگه شما بخواید از این وسیله استفاده کنید، چارتا رو که بزنید سر 5 میلیون منفجر میشه. ولی اگه شما وارد ندر شید، خب توی ندر یه سری ها ممکنه بخوان توی ندر اسپام پوینت کنن، ولی خب همونطور که میدونید توی ندر نمیشه از تخت استفاده کرد، چون همینطور که میبینید منفجر میشه. خب حالا کاربرد این وسیله توی ندر هستش. الان من این وسیله رو بیارم و کاربردش رو بهتون بگم. شما وقتی میخواین توی ندر اسپان پوینت بزنید، این وسیله رو زمین میذارید و با 5 تا گلوستون شما میتونید اینجا اسپان پوینت کنید. 5 تا رو راست کلیک میکنید روی این وسیله. اسپان پوینت من الان اوکی شد، یعنی اگه بمیرم همینجا اسپان میشه. خب وسیله بعدی استون کاتر هستش که کاربرد این وسیله ساخت پله یا اسلب یا چه میدونم، مثلا یه سری نوع از سنگ ها هستش، مثل همین استون بریکس. مثلا من الان بخوام یه استون بریک بسازم، حتما باید توی چیز بسازم، توی استون کاتر بسازم، وگرنه جور دیگه نمیشه این کار رو انجام داد. یا مثلا من بعضی موقع فقط یه دونه پله نیاز دارم، دیگه لازم نیست برم توی کرافتینگ تیبل 6 تا پله بگیرم، فقط اینجا یه دونه پله رو همینجوری خیلی عادی میگیرم. خب وسیله بعدی اسمیتینگ تیبل هستش که کاربرد این وسیله بیشتر توی ندرایتی کردن آرمورای دایمندی هست. شما اگه بخواید آرمورای ندرایتی رو تو کرافتینگ تیبل بسازین، به خیلی تعداد زیادی انشنت دبریس نیاز دارید که اگه این کار رو بخواید انجام بدید خیلی منطقی تره. شما باید بیاید یه دونه حتما برای اینکه ذره دایمندیتون رو به ندرایتی تبدیل کنید، باید یه دونه باید این ندرایت آپگرید داشته باشید. ندرایت آپگرید میذارید تو این قسمتی که مشخص شده و اون زرهی که میخواید بذارید، یا شمشیر یا کلاه، هر چیزی که هست و دایمندی هست و فقط هم رو دایمندی کار میکنه، میذارید این وسط و اور ندرایتینگاتو میذارید این وسط و شما چست پلیت ندرایتینگ رو تحویل میگیرید. آخرین کاربردی هم که این وسیله داره اینه که شما میتونید یه سری طرح‌ها، مثلا آرمور تریم که پیدا میکنید، میتونید طرح روی آرمور تریم رو توی این وسیله بندازید روی حالا زرهتون. بعد حالا شما وقتی این آرمور تریم رو توی یه سری استراکچرها پیدا میکنید، اون رو میاد میذارید توی قسمت مشخص شده، بعد زرهتون رو میذارید، حالا کلاه باشه، چست پلیت باشه، شلوار باشه، کفش باشه، هر چی باشه. بعد شما اینجا باید رنگتون رو مشخص کنید. رنگ هم با استفاده از این سری وسایل انتخاب میشه. مثلا اگه شما بخواید رنگ آبی بذارید، باید از دایمند استفاده کنید، یا رنگ سبز باید از امرالد استفاده کنید، آبی پررنگ از لپیس. من الان میخوام رنگ قرمز بذارم، پس از ردستون استفاده میکنم و همینطور که میبینید این زره برای من آماده شد. خب وسیله بعدی گریندستون هستش که بیشتر به این درد میخوره که شما میتونید از این وسیله برای برداشتن اینچنت وسایلی، یه سری وسایل مثلا همین شمشیر استفاده کنید. این شمشیر اینچنت لوتینگ 3 داره و من اگه بخوام این اینچنتش رو بردارم باید از این وسیله استفاده کنم. ممکنه شما مثلا این وسیله داشته باشید که از اینچنتی که روشه راضی نباشید، شما توی این وسیله میتونید اون اینچنت رو از روی وسیله‌تون بردارید، همینطور که دیدید. خب وسیله بعدی لوم هستش که تو این وسیله بیشتر کلا تو کار پرچم و ایناست، بیشتر تو پرچم سازی به دردتون میخوره. وقتی شما یه بنر داشته باشید مثل من که الان دارم و یه دونه رنگ، شما میتونید وقتی این بنر رو اینجا قرار بدید و رنگ رو توی این قسمت، شما میتونید یه سری طرح‌های خاص که دوست دارید با همون رنگ روی بنرتون بذارید. و یکی دیگه از کاربردهای این وسیله اینه که بعضی موقع شما ممکنه یه همچین چیزی پیدا کنید به اسم چارج بنر. شما از این میتونید توی این وسیله استفاده کنید. شما وقتی اینو بذارید توی این قسمت از لوم
و اون طرحی که روی این چارج بنر هستش میفته روی این بنرتون. و اگه من اینو بردارم، الان من یه بنر طرح کریپر دارم. وصله بعدی اسموکر هستش. توی اسموکر برخلاف فرنیس که میشه همه چیز رو توش ساخت، شما فقط میتونید توی اسموکر غذا بپزید، یعنی جز غذا هیچ چیز دیگه نمیتونید توی اسموکر بپزید. وصله بعدی هم بلاست فرنیسه که این دقیقاً برعکس اسموکره، چون که توی اسموکر فقط غذاها رو میشه پخت، ولی توی بلاست فرنیس اصلا نمیشه غذا پخت و فقط اورها رو میشه پخت و شیشه هم اصلا نمیشه توی ساخت، شیشه رو فقط توی فرنیس میشه پخت. وسیله بعدی انویل هستش که کاربرد این وسیله توی اینچنت کردن وسایل یا تغییر اسمشون هست یا تعمیرشون. حتی الان مثلا من این شمشیر دایمندی که دارم و اینجا میتونم اسمشو عوض کنم، مثلا میذارم یه اسم علکی حالا براش می‌نویسیم و XP هم برای این کار لازمه. همونطور که می‌بینید اسم این همون شده این قسمت که اگه میتونید مشاهده کنید. و این وسیله برای اینچنت انداختن هم کاربرد داره. مثلا من روی این شمشیر دایمندیم میخوام اینچنت لوتینگ 3 رو بندازم، همینطور که می‌بینید خیلی راحت لوتینگ 3 رو انداختم. بعضی موقع هم که شما وسیلتون آسیب میبینه و از جونش کم میشه، شما میتونید توی این وسیله اون حالا سلاحتون رو تعمیر کنید. مثلا من الان شمشیر دایمندی که دارم میتونم توی انویل بیارم این سلاحمو اینجا قرار بدم و دایمند چیزی که جنسش هست، حالا مثلا اگه یه شمشیر ندرایتی بود باید ندرایت بذارم، یه چوبی بود باید چوب بذارم، برای اینکه اینجا بتونم تعمیر شدهشو تحویل بگیرم. خب وسیله بعدی اینچنتینگ تیبل هستش که این وسیله توی اینچنت کردن دردتون میخوره. شما مثلا میتونید یه سری اینچنت ها روی وسیله‌تون بندازید. توجه داشته باشید که توی سوروایوال حتما شما باید لپیس داشته باشید و یه سری XP لول. مثلا الان من اگه بخوام این خفن ترینشون که این پایین هست رو بگیرم، به 3 لول XP نیازم، یعنی XP لول هم باید بالای 3 باشه. بعد اگر بخوام این چند رو بزنم 3 تا XP لول هم ازم کم میشه. بعد من الان این چند تا روی این میندازم و حتما هم باید لپیس داشته باشید، لپیس هم ازتون کم میشه. همونطور که میبینید شارپنس 1 و سویپینگ ادگ 2 و آمبرکینگ 1 رو به من داد. وسیله بعدی هم کتابخونه یا بوکشلف هستش. ببینید توی این وسیله کاربردش میشه اینچنت تیبله، یعنی شما میتونید وقتی الان دیدین من این ندرایت سورد و این چنت دار کردم، این چنت های ضعیفی به من داد، این چنتاش نه چندان قوی بود. حالا اگه شما با فاصله یه بلاک از این چنتینگ تیبل این کتابخونه ها رو دور تا دورش بچینید، همینطور که میبینید چیزایی مثل حالا نوشته هست داره وارد این چنتینگ تیبل ما میشه و هرچی این کتابخونه هم بیشتر باشه طبیعتا اینچنت بهتری به شما میده. و الان اگه من بخوام دوباره اینچنت روی چیزام بندازم، همونطور که میبینید XP لولتون هم باید بالاتر باشه، چون الان مثلا به من گفته باید XP لول هم 26 باشه و همون سه تا رو ازم کم میکنه و XP لول هم بالای 26 باشه که بتونم از این اینچنت رو بزنم روی وسیله‌ام. و با گذاشتن لپیس این اینچنت رو میبینید. همونطور که میبینید اینچنت خیلی بهتری از قبلی به من داد. الان شارپنس 3 و آمبرکینگ 3 روی شمشیر من هستش. وسیله بعدی لودستون هستش که این وسیله کاربرد خیلی خوبی داره. مثلا کاربردش اینجاست که شما مثلا میخواید از خونهتون دور شید، برید دنبال یه استراکچر یا میخواید برید کاوش کنید، بگردید توی دنیاتون و برای اینکه خونهتون رو گم نکنید، شما یه کامپس رو راست کلیک میکنید روی لودستون و یه لودستون کامپس به شما تحویل میده. این لودستون کامپس شما هر جا که برید این کامپس این لودستون رو نشون میده، یعنی شما میتونید اینو بذارید تو خونهتون و یه کامپس بزنید روش تا جایی که دلتون میخواد دور شید و باز هم این فقط جهت این لودستون رو به شما نشون میده. وسیله بعدی ترپ چست هستش که این برای تله سازی یا یه همچین چیزایی بیشتر کاربرد داره. شما اگه در این چست رو باز کنید، همینجور که میبینید یه سیگنال خیلی ریزی خیلی ضعیفی میده که باعث میشه این پیستون فعال شه. ببینید این بیشتر توی تله ساختن کاربرد داره و برای تشخیصش هم نسبت به چست عادی دور این حالا این قفل آهنی چست اگه دورش قرمز باشه اون یعنی ترپ چست. این وسیله بعدی هم این وسیله هستش که حقیقتا اسمش یادم نمیاد. این وسیله هم وقتی صدایی بهش وارد شه یه سیگنال ردستونی میده که همونطور که می‌بینید باعث فعال شدن این پیستون میشه، همونطور که مشاهده میکنید. خب دوستان ممنون که تا آخر این ویدیو منو همراهی کردید. اگه سوال دیگه ای داشتید یا وسیله‌ای نمیدونستید کاربردش چیه و من از قلم انداختم، حتما توی کامنت این ویدیو بگید تا توی ویدیوی بعدی کاربردشون رو حتما بهتون بگم. ممنون که منو تا اینجا همراهی کردید. خوشحال میشم سابسکرایب کنید و نظرتون در مورد این ویدیو بگید و این ویدیو رو لایک کنید
فعلا تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.